برای اروپایی ها این شهر آنتالیا جان می‌دهد برای آفتاب گرفتن، ساحل‌های قشنگ، آدم‌های رنگ و رنگ. با وجود اینکه دولت ایران جلوی پروازهای مستقیم از این کشور به آنتالیا را گرفته، چند سالی هست که پای ایرانی‌ها هم اینجا باز شده. امسال بیشتر از همیشه. آمارها نشون میدن که ایرانی‌ها در رتبه سوم مسافرهایی هستند که به آنتالیا میان. رتبه اول و دوم رو روس‌ها و انگلیسی‌ها دارن و رتبه سوم دست ایرانی هاست. با این تفاوت که ایرانی‌ها پول بیشتری اینجا خرج میکنن. هیچکی نمیدونه این ساحل قشنگ در کنار مدیترانه بوده که ایرانی‌ها را اول اینجا به آنتالیا آورده یا امکانات تفریحی که توی این شهر برای خانواده‌ها وجود داره. مثل این خرید کردن، سن و سال، قشر خاص، با حجاب و بی حجاب هم نمیشناسد. اما بدون هیچ تردیدی قصه جوانترها اینجا کمی فرق میکند. مشتی نمونه خروار از این دست اکیپ‌های جوان که دست جمعی به آنتالیا میآیند زیاد است. اینجا کلا بهتره، همه چیش بهتره. ایران خانوادگی‌تره، یعنی زیاد مجردا زیاد چیز نیست، ولی اینجا بهتره. امسال شاید یکی از دلایل بیشتر شدن مسافرت ایرانی‌ها به اینجا سروسات این کنسرت‌های ایرانی باشد. از امید و افشین گرفته تا داریوش و گوگوش. خیلی ها از جمله جوان‌های بعد از انقلاب هم اولین تجربه دیسکو رفتنشان همینجا اتفاق می‌افتد، در آنتالیا. یکی از هتل‌هایی که هنرمندان ایرانی این تابستان در آن اقامت داشتند. برای بعضی از ایرانی‌ها اینجا هم جاذبه توریستی است. من اینجا منتظر عشقم داریوش که پس از بالاخره سال‌ها انتظار که از روز اولی که باشون از طریق نوار سیدی با صدایشون آشنا شدم و عاشق صداشون و شخصیتشون شدم، آرزوم بود که داریوش رو از نزدیک ببینم. ممکن خب ساعت‌ها طول بکشه، هیچ تضمینی هم نیست که داریوش رو ببینی اینجا. وای میستی همینطور دست برسم. بالاخره انشالله که میرسم. ساحل مدیترانه، خرید و کنسرت به کنار، خیلی از مسافران ایرانی ناراضی از این شهر میروند چون انتظارشان بیشتر بوده. خیلی ها هم میروند که دوباره برگردند. علی همدانی، BBC آنتالیا.